روز 20 اکتبر سال 2023 بعد نماز جمعه نیروهای عمان دیگر باره در آخرین مسجد باقی مانده شهر کتلنیکی در کنار مسکو رید گذرانده ده ها نفر را دستگیر کردند، ولی این باره دستگیر شدگان را به کمیسریت حربی برده از تشخیص طبی گذرانیدند و از آنها طلب دارند که قرارداد امضا کرده به جنگ ضد اوکراین روند. در این باره یکی از دستگیر شدگان اشتراکچی مرحله نهایی آزمون پریپویز ویزدو در شبکه یکم تلویزیون روسیه محمود حسینوف یا محمود حسینوف خبر داد. آوازخوان 26 ساله توانست از نقطه جمع‌آوری سربازان آینده در شهر بلشیخه چند ویدیو ثبت و در صحیفه‌اش در تلگرام نشر کند. بنا به نقل محمود حسینوف، پلیس در مسجد کتلنیکی درها را بسته هر نمازگزار را یک تا سر داده حجت‌هایشان را تفتیش می‌کردند. سرانجام پلیس ده ها نفر را به اتوبوس‌ها بار کرده به کمیسریت حربی شهر لیوبرسی آورده است و در اینجا همه را از کمیسیون طبی گذرانده برای خدمت حربی موافق دانستند. سپس دستگیر شدگان را به نقطه جمع‌آوری سربازان در شهر بلشیخه برده از آنها طلب کردند که یا به خدمت حربی حتمی بروند و یا با وزارت مدافع روسیه قرارداد امضا کنند. محمود حسینوف گفت او و چندین کس دیگر از امضای حجت‌ها سرکشی کردند. آوازخوان طلب کرده است که او را از تشخیص طبی کامل گذرانند. محمود حسینوف سال 2014 بعد اشغال نیم جزیره کریم از جانب روسیه صاحب شهروندی روسیه شد، ولی ماه سپتامبر سال 2022 جراحی را اثر گذراند که بعد آن برای خدمت حربی کارنشین است. در کمیسریت حربی کمیسیون طبی تشکیل کردند و حتی مرا برای خدمت کارشویان برآوردند. مرا از آنجا به نقطه جمع‌گیری سربازان قرار داده در شهر بلشیخه شورای وستاشنی آوردند. شام 20 اکتبر به ما اعلام کردند که همه ما باید یا قرارداد یک ساله امضا کنیم و یا ما را به زندان میاندازند. صبح 21 سپتامبر وقتی همه ما را قطار کردند گفتند که ما باید به اوکراین برویم. خبر داد آوازخوان. با آنهایی که مثل محمود از امضای قرارداد دست کشیدند یک پلکوونیک صحبت کرده پیشنهاد کرده است که به آنها باز یک شانس دیگر با اختیار خود رفتن به خدمت حربی حتمی را میدهند. وقتی که این را هم رد کردند به آنها گفتند که برای صحبت با مفتشان کمیته تفتیشات آماده شوند. محمود حسینوف میگوید که حقوق او دغلانه پایمال شده است و او برای دفاع از حق خود ایستادگی خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که در جریان این رید چند تاجیک دستگیر شدند، ولی در ویدیو ثبت شده در داخل یکی از اتوبوس‌ها که دستگیر شدگان را از مسجد کتلنیکی به کمیسریت حربی میبرد صدای صحبت به زبان تاجیکی شنیده می شود. یکی از دستگیر شدگان که ظاهرا با اهل خانواده‌اش با تلفن صحبت دارد و از دستگیر شدنش هنگام رید عمان در مسجد خبر میدهد هنوز امیدوار است که زود آزاد می شود، چون که در تلفن میگوید که جریمه میکنند و با جواب میدهند. در همین حال در یک ثبت صدایی از نقطه جمع‌گیری سربازان قراردادی به آنهایی که در مسجد کتلنیکی دستگیر کرده به اینجا آوردند فرمان میدهند که ترتیب کارشان را از یاد کرده به ستاد را سپار شوند. ارتش روسیه که در جنگ اوکراین به کمبود شدید نیرو روبرو شده است خیلی وقت باز تلاش دارد تا مهاجران را با وعده معاش بلند و امتیازهای دیگر از جمله امکان دریافت زودتر و آسانتر شهروندی روسیه که مقامات روسیه همچنان سرسختانه عملیات مخصوص حربی نامش میبرند جلب کنند. چون این به نظر میرسد که اکنون به جای وعده معاش و امتیازها نیروهای عمان را برای بردن مهاجران به جنگ اوکراین استفاده بردند. عضو کمیته مدافع دومای دولتی روسیه ویکتور سوبولف گفته است رید پلیس در مسجد کتلنیکی به چاره‌بینی‌های جلب شهروندان به عملیات مخصوص حربی ربط ندارد، اما او سبب مشخص این رید را گفته نتوانست. در همین حال عضو دیگر این کمیته دمیتری کوزنتسوف خدمت در ارتش روسیه را برای مهاجران یک امر ناگزیر و در عین زمان امکانات خوب برای همایش به حیات در روسیه نامیده است.